کمیته اولت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 16 می سال 2022 با استناد به سردار بخش کمیته اولت‌های فوق‌العاده در نویه نورآباد از مرگ فوجوی یک خواننده صنف ده از روستای دیشای نویه نورآباد خبر داد که روز جمعه 13 می هنگام ماهیداری در رود وخش غرق شده است. بنا به اطلاع کمیته اولت‌های فوق‌العاده این حادثه بگویی روز 13 می رخ داده است. دسته جستجویی و نجات کمیته که با دریافت خبر به زودی به جای حادثه رسیده بود تا ساعت 23:20 جسد را جستجو کرد ولی پیدا کردن نتوانست. روز 14 می از صبح کارهای جستجویی از سر گرفته شدند و تخمینا ساعت 13:35 جسد نابالغ را پیدا کردند و از آب بیرون آورده به مقامات حفظ حقوق سپاریدند. سبب فاجعه دقیق معلوم نیست، اما گمان می رود روای نشدن قاعده های بی‌خطری و شناوری نتوانستن مرحوم از سببهای این حادثه باشد. هر سال در تاجیکستان ده ها نفر غرق می شوند. از جمله بنا به آمار کمیته اولت‌های فوق‌العاده در سال 2021 در کل دریاهای تاجیکستان 155 نفر جان باختند که این نظر به 107 نفر در سال 2020 غرق شده 48 نفر یا نزدیک 45% بیشتر می باشد. از این شمار 75 نفرش نابالغانند. کمیته اولت‌های فوق‌العاده گفت در پیش‌روی آغاز موسم نو آبازی کارمندانش اخیراً در مسجدهای باختر و لیوکند از جمله در مسجد مرکزی به نام حضرت محمد، مسجد جامعی به نام امام اعظم، حاج محمد شریف صاحبزاده و ابوبکر صدیق شهر باختر کارهای تبلیغاتی را برا مانده به نمازگزاران ضرورت رعایت بیچون و چرای قاعده های بی‌خطری هنگام آببازی و به نظارت نگذاشتن کودکان را در ساحل و کول و دریاها فهمانیدند. همچنین در یک مراسم با تنتنه در مسجد جامعی خواجه مستان شهر لیوکند در حضور نمازگزاران به شهروند اشور محمد یوسفوف که روز 2 می 3 طفل خردسال را از غرق شدن در کانال آبگذر دهه نوآباد جماعت دهات وحدت شهر لیوکند نجات داده بود، سپاسنامه ریاست کمیته اولت‌های فوق‌العاده در ولایت ختلان سپرده شد. روز 2 می در روز عید رمضان در لیوکند و باختر و ایسار 6 کودک در آب غرق شدند. از این شمار 2 نفرش به هلاکت رسیدند ولی 4 نفر دیگر را خوشبختانه رهگذران توانستند نجات دهند.